مرکز مطبوعات کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که طی روزهای استراحت 20 و 21 ایول سال 2024 در جمهوری 3 نفر از جمله 2 کودک در آب غرق شده جان خود را از دست دادند. یک طفل دیگر را توانستند از مرگ نجات دهند. از جمله 20 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 2:55 دقیقه ساکن 2 ساله دهه توگرک نویه واسه ولایت ختلان که به نظارت پدر و مادر مانده از اولی بیرون شده و در کانال آب دهه سرازیر شده است. والدانش از حادثه به زودی آگاه شده کودک را از آب بیرون آوردند و به بیمارستان بردند. خوشبختانه طبیبان توانستند جان او را از مرگ نجات دهند. حادثه دوم نیز در دهه توگرک رخ داده است و باز هم طفلک غرق آب شده است و این بار حادثه فاجعه بار انجام یافت. تقریبا ساعت 13:30 دقیقه یک کودک 2 ساله از بینظارتی والدان در حفظ ریزینی حوله افتاده و به هلاکت رسیده است. همان روز 20 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 13:00 دقیقه یک ساکن 12 ساله شهر دوشنبه هنگام آببازی در دریای قره‌طاق در حدود دهه عرش جماعت دیوت قره‌طاق در کنار شهر ترسانزاده غرق شده است. پدرش کوشش کرده است که او را نجات دهد اما نتوانسته است. جستجوی جسد تا حال ادامه دارد. و 21 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 15:00 دقیقه یک ساکن 27 ساله دهه فداکار جماعت دیوت تاجیک‌آباد نویه وخش ولایت ختلان هنگام آببازی در دریای وخش در کنار دهه سر حفظ جماعت دیوت بختریان نویه کوشانیان غرق شده است. نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در ولایت ختلان جسد او را 3 کیلومتر پایین‌تر از جای حادثه پیدا کرده از آب بیرون آوردند و به مقامات حفظ حقوق سپردند. و شب 20 ایول سال 2024 تقریبا ساعت 23:45 دقیقه به قسم نوبتداری کمیته خبر رسید که در ساحل دریای زرافشان یک جسد به چشم می‌رسد. نجات دهندگان منطقه زرافشان به جای حادثه دهه ریورز جماعت دیوت اورمیتان نویه عینی روان شدند. جسد را از آب بیرون آوردند و برای تشخیص به کارمندان مقامات حفظ حقوق سپردند. معلوم شد که مرحوم یک ساکن دهه رز نویه عینی بوده 13 سال داشته است. او بیشتر از یک ماه ناپدید شده بود. کمیته با اظهار تسلیت و همدردی به پیوندان هلاک شدگان بار دیگر به اهالی مراجعت نموده خاطررسانی میکند که آببازی در دریاهای کشور ممنوع است. مخصوصا والدان باید فرزندان نابالغ خود را به نظارت نگذارند و حیات آنها را زیر خطر نگذارند.